سلام، چطورید؟ خوش اومدین به اولین ویدیو یوتیوب من. خیلی استرس دارم. خب بالاخره شروع کردم. یعنی من حدود 1 ساله که میخوام کار یوتیوبری رو شروع کنم، میخوام ویدیو بذارم، ولی هی مونده بودم که آقا کی شروع کنم. ولی امروز گفتم که دیگه بسه و وقت چه که شروع کنی، اولین ویدیو تو بذار و ببین که خب چه ریاکشنی دریافت میکنی و بعد هی ویدیوهاتو بهتر و بهتر میکنی، چون همه از اولش بهترین نبودن، به مرور زمان در واقع بهترین شدن. و من خب ویدیوهای بعدیم خیلی بهتر خواهد بود، ولی این ویدیو یه طور معرفی طور و یه روز عادی قرار ولاگ بذارم و امیدوارم که لذت ببرید و اگه ویدیومو دوست داشتید خیلی خوشحال میشم که سابسکرایب بکنین، برام کامنت بذارین، نظر بدین که ویدیوهای بعدیم در مورد چی باشه. همونطور که گفتم امروز کلا یه روز عادیه و من خونه تنهام. ناهار درست کردم، صبح پا شدم ساعت 7:30 اینا و خب رفتم دوش گرفتم و بعد یکم درس خوندم و الانم ناهار درست کردم تا گذاشتمش تو فر. حالا بیارم بیرون بخوریم. پست اومد دیگه، رفتم گرفتم اومدم. شروع کردن یک کار واقعا خیلی سخته. یعنی اولش کلی برنامه ها داری ولی هی میگی که از کی شروع کنم، حالا به قول معروف میگن از شنبه شروع کنم یا کلا کی باید شروع کنم و میگن شروع کردن یک کار سخت‌ترین قسمت انجام هر کاریه. واقعا راست میگن. یعنی وقتی تصمیم میگیری که شروع کنی رسما بعدش هم میتونی بیفتی رو روال و خب اون کار رو انجام بدی، ولی همین شروع کردن خیلی مشکله که من بالاخره این کار که یکی از اهداف زندگیم بود و شروع کردم. خیلی واسهش خوشحالم. خب غذامو خوردم و الان میخوام سفره رو جمع کنم و بعد توی آشپزخونه رو تمیز کنم و برم سراغ درسم. خب 1.5 ساعت ریاضی خوندم، یعنی بیشتر تست زدم و الان باید 1 رو استراحت کنم و برم سراغ زیست. در مورد موضوعی که میخوام صحبت کنم مربوط به همین درس و ایناست، چون داشتم درس میخوندم دیگه گفتم که بیام راجع به موضوع درسی صحبت کنم که موضوعمون کنکور هستش. من به عنوان یک کنکوری همه کنکوریا رو درک میکنم و میدونم که واقعا توی مسیر خیلی سختی قدم گذاشتن و خب دارن برای موفقیت توی این مسیر می جنگن. کنکور یه آزمونیه که در واقع بهش فقط به عنوان آزمون درسی نباید نگاه کنیم. شبیه یه آزمون تو زندگی ما میمونه، مثل همه درس‌ها تو زندگی ما، که ما توی این مسیر خیلی چیزا علاوه بر چیزای درسی، علاوه بر اطلاعات درسی برای ورود به دانشگاه، خیلی چیزا برای زندگیمون یاد میگیریم. چی؟ مثلا مدیریت زمانمون، هدف داشتن، برنامه ریزی داشتن،
اهمیت ندادن زیاد به حرفای دیگران، چون توی این مسیر آدم خیلی حرفای مختلف میشنوه. مثلا چی؟ مثلا تو وقت نداری باید درس بخونی، نمیتونی مثلا مهمونی یا مراسم‌های مختلف رو بری، همه میگن که او داره درس میخونه، همه دنبال اینن که آخرش چی میشی، چه معدلی میاری، چه نمره هایی میاری، شکست میخوری، موفق میشی. و خب اینا باعث میشه که هی ما بریم دنبال این که بقیه چی میگن، بقیه در مورد من چه فکری میکنن، اگه مثلا شکست خوردن بقیه چه ریاکشنی نشون میدن و غیره و غیره و غیره. ولی وقتی که توی این مسیر قرار میگیریم، به مرور زمان یاد میگیریم که آقا حرفای بقیه اونقدر هم مهم نیست و خب من باید مسیر خودم رو برم. مثلا توی رشته دوست داری که شاید توی کشورت اونقدر شناخته نباشه و کسی اونو نشناسه، ولی توی رشته خودت که داری درس میخونی این اطلاعاتو داری و میگی که آقا این رشته چه بسا از پزشکی هم مثلا شاید بهتر باشه. یا اینکه خودت صلاح میدونی که رشته مثلا داروسازی به درد تو نمیخوره، ولی خب خیلی رشته خوبی محسوب میشه. اینطوری یاد میگیری که تو باید هدف خودتو انتخاب کنی، نه اینکه مردم چی میگن اگه من وارد این رشته بشم، مردم نمیگن این چه رشته‌ای که واردش شدم. تو یاد میگیری که همیشه هدف خودتو داشته باشی، برنامه‌ریزی کنی، برای زندگی برنامه‌ریزی داشته باشی. علاوه بر اینکه توی برنامه‌ریزی پارت‌های درسی هست، یاد میگیری که کلا زندگی کردن با برنامه‌ریزی چقدر خوبه. علاوه بر اینکه به درسات میرسی، به بیرون رفتن، غذا خوردن، ساعت ورزش کردنت، خوابیدن و بیداریت، به همه چیز میرسی. و خب اینا توی ادامه زندگی ما بعد کنکورم خیلی موثرن. من میخوام که بهتون بگم که اینقدر به کنکور منفی نگاه نکنین، یعنی اینقدر اینو قضیه رو واسه خودتون بزرگ نکنین. بعضیا میبینن که سر کنکور مثلا زندگی خودشونو کلا میذارن کنار برای چند سال، یا افسردگی میگیرن، یا اینکه حالشون خیلی بد میشه، یا اینکه ناامید میشن و میگن که ما خسته شدیم اگه کنکورمون مثلا با شکست مواجه بشه، اگه این همه کار داریم انجام میدیم، این همه داریم سختی تحمل میکنیم، بعد شکست بخوریم، ما فلان کارو میکنیم، یا دیگه خیلی چیزایی که خودتونم توی فضای مجازی میشنوید. ولی واقعا من خیلی افرادو دیدم که میگن کنکور بهترین آزمون زندگی ما شد. درسته خیلی سخته، خیلی توش بی‌عدالتی هست، خیلی ها هستن که خب ناعادلانه به چیزی که حقشون نیست میرسن، ولی مطمئن باشید که فقط کنکور اینطوری نیست، کلا جامعه اینطوریه، دنیا اینطوریه، جهان اینطوریه. هیچ جایی نیستش که بگیم 100% بر حسب عدالت پایه‌گذاری شده و همیشه درون اون عدالت هست. یعنی الان توی کنکور شاید اینطوری باشه و بعدها توی محل کارت اینطوری باشه و نمیتونی همیشه سر بی‌عدالتی ها با خودت بجنگی و بگی که من دیگه هیچ تلاشی نمی‌کنم، چون که بر حسب این بی‌عدالتی ها من به چیزی که میخوام نمیرسم. نه، تو باید خیلی قدرتمندتر از این بی‌عدالتی ها و این تبعیضا باشی. و مسیر کنکور کلا یه مسیر خیلی طولانیه و تو نباید کلا زندگی تو بذاری کنار. درسته که هدف خیلی مهمه، درسته که موفق اونیه که از خیلی از خوشگذرونیاش و اینا بزنه، ولی نه کامل، نه اینکه هیچ روزی کلا بگی که من در ماه اصلا خوشگذرونی ندارم، اصلا هیچ کاری نمی‌کنم. اینطوری مثلا میگن که توی کنکور، من خودم خب خیلی اضافه وزن گرفتم توی کنکور و خب یه چیز عادیه، ولی نه اینکه کلا هیچ تحرکی نداشته باشی، یعنی میزان تحرکت صفر بشه، فقط غذا بخوری، درس بخونی، غذا بخوری، درس بخونی و همین روال بری جلو. هم برای سلامتیت بده، همین که خب خیلی از بیماری‌هایی که توی سن نوجوانی میتونه رخ بده، مثلا همین دیابت نوع 1، چاقی و اضافه وزن و اینا میتونه باعث بروز بعضی از بیماری‌ها تو سن نوجوانی بشه. برای همین خب برای اینا هم خیلی بده و باید به تغذیه‌مون خیلی اهمیت بدیم، به ساعت خوابمون. بعضیا مثلا همین روزی 1-2 ساعت میخوابن و واقعا اصلا این خوب نیست. یعنی این اصلا نشونه تلاش کردن زیاد نیست که بگی من 1-2 ساعت دارم میخوابم. ساعتی که میتونی درس بخونی، یعنی ما ماکسیموم روزی 15 ساعت میتونیم درس بخونیم و خب اگر روزی 15 ساعت درس بخونیم 9 ساعت رو میتونیم استراحت کنیم، میتونیم مثلا 6-7 ساعتش رو بخوابیم یا 5-6 ساعتش رو حداقل بخوابیم.
ولی مثلا قید خوابتون رو نزنین به اندازه زیاد، چون من دیدم مثلا اون موقع هایی که روند درسی مثلا خوب پیش نمیرفت، واقعا توی خوابم اختلال ایجاد شده بود، تغذیه هم اصلا برام مهم نبود، اصلا ورزش نمی کردم. حالا بازم واسهتون ولاگ میذارم، ولاگ یک روز کاملمو. امروز گفتم که همینطوری که ولاگ بذارم که زیاد طولانی نباشه، ولی خب کلا میتونین به همه کاراتون برسین با برنامه‌ریزی و قرار نیستش که کل زندگیتون رو بذارین کنار بگین که من قراره کنکور بدم، کنکور دارم. من حق ندارم که مثلا هیچ وقتمو برای ورزش، گوش کردن به پادکست، خیلی از کارهای دیگه بذارم و فقط باید درس بخونم. روزی 16 ساعت باید درس بخونم. منم برم الان زیست بخونم چون یک ربع شد، الان برم. و آره امیدوارم که در کل موفق باشین. همه کسی که برای کنکور دارن میخونن امیدوارم که به هر رشته‌ای که میخوام برسن. شبم یکم کتاب خوندم، بعدم رفتم خوابیدم. خیلی خوشحال میشم که اگه این ویدیومو دوست داشتید برام کامنت بذارید، سابسکرایبم کنید و منتظر ویدیوهای دیگه از من باشید. فعلا خداحافظ.